مردم عزیز بلوچستان، زنان و مردان شایسته، به علم توصیه میکنیم، به دانش توصیه میکنیم. دانش و علم برای شما حیاتیه. برید دنبال علم روز، علم دانشگاهی. فرزندانتون بفرستید، هزینه کنید، تلاش کنید، مادران توجه کنند که بیشتر فرزندان مادران که تربیت میکنند. شما پدران، شما برادران تلاش کنید که فرزندان شما تحصیل ول نکنند. بسیار مدرسه را ول کردند و به سوختبری رفتند و برای که تکه نان به دست بیارن و هرچی که به تعلیم ما ضربه بزنی خطرناکه. تعلیم اساسه، تعلیم پایه‌ایه. هیچ ملتی بدون علم رشد نمیکنه، هیچ ملتی بدون علم ترقی نمیکنه. شاید علم بخونه بچه های شما، آینده زمان روشن میشه، نور علم در این منطقه بیاید. شما برای دنیا مفید میشید، برای خودتون زمانی که شما علم داشته باشید. علم حیاتیه. اگر علم نباشه، دانش نباشه، مشکل